غلام که داشته از روی این میخای خار پا سرویس کن راه میرفته، یک دفعه یه جهش سگی از رو آتیش میکنه و فرود میاد ببینیم زده بوده پاش سولاخ کرده بوده. ام پدر پات سرویس شده زن و نوبت که به عبدالله گندگو میرسه میگه و فرود که میاد رو زمین میبینیم اصلا جرئت نکرده بوده رو میخا فرود بیاد. هم که لاش واس کرده بوده اومده بوده رو زمین. خودم و داستان این بوده که هر کی که میتونسته این چالش ام پا سولاخ کن شاسکولی رو انجام بده و دختر این یارو مایه داره میتونسته ازدواج کنه تا اینکه نوبت میرسه به کاظم بروسلی و با یه فاز به شخلم که میخروشه از روش راه میره و میپره میره جلو که در یک پرش مارمولکی فرود میاد رو میخوا و بازم میبینیم که هیچیش نمیشده که تمام مراحل همینطوری با موفقیت پشت سر میذاره موفق میشه که بره سکنه رو بگیره. شلوار بهت بیاد ها مبارکی. که ولی میبینه اوه شیت دختری یه ماه گرفتگی گرمدنگی سگی رو صورتش داشته و رکب خورده بوده. آقای دو رنگی که کاظم با پشمای ریخته میاد بزنه به چاک که ولی سکینه با یه مدل گنگستری میپره رو کولشو میگه دست به مهر بازی باید بگیری منو. بابا کول من زدن قبول شو همین که گفتم میای میگیری منو. که دیگه میاد با شمشیرش این کاظم بدبخت رو تهدید بکنه و کاظم با پشمای از دست رفته میگه الفرار و با نیزه فرار میکنه بره. بعدش هم کاظم جان شیرجه میزنه تو دکان لباسا و یه کلاه گیس فیستار رو میکنه جهت اسکول کردن بقیه و سکینه که بهش میرسه کاظم اشاره میکنه میگه اونور که سکینه رو میزنه اسکول میکنه میره. بعدم که کاظم جان نشسته بوده داشته نونشو گاز میزنه عزت راهبه شاولینی پور چرخکی گیرشو میپاشه بهش. فلتو ببینم به به وایسا ببینم مدفوزاده. عزت جان برمیگرده این بار آبش هم توف میکنه بهش. متیوزیل کاظم هم که کفرش در میاد آویزون میشه از چرخ عزت و دنبالش میره و بعد یه فایت سگی که با هم میکنن آخر کاظم پیروز میشه. رو همین حسابم کاظم ازش میخواد که یه کاری برای سگ و صورت این سکینه دو رنگ بکنه. عزت هم با طب سوزنی که بلد بوده کل ماه گرفتگی صورت سکینه جان رو درست میکنه و خوشگل و بیرنگ درش میاره. بله دیگه از قدیم گفتن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. به پیر هم پاشید. خداحافظ.